وردپرس و المنتور. در مورد المنتور میخوایم صحبت کنیم که با وردپرس، یعنی به کمک وردپرس و المنتور دوتا با هم دیگه میتونید یه سایت حرفه‌ای طراحی بکنید. المنتور چیه اصلا و اینکه چرا الان در این بره زمانی و از چندین سال پیش تا الان المنتور به این حجم از محبوبیت رسیده. ببینید المنتور از حدود بگم 4 سال پیش، یعنی از سال 2019 2020 از اون موقع ها روی بورس افتاد و قبل از اون اگه اشتباه نکنم ویژوال کامپوزر یا ویژوال کامپوز بود اگه اشتباه نکنم، یعنی قبلا با این صفحه سازی انجام داد. زمانی که المنتور روی کار میاد سایت وسیعی رو در بر میگیره و باهاش شروع میکنن به طراحی سایت و زمانی هم که عرضه شد خیلی از افرادی که برنامه نویسی بلد نبودن، کد نویسی بلد نبودن، می اومدن با المنتور درگ اند دراپ میکنن، یعنی یک دونه المان یک دونه کاد رو میکشیدن مینداختن داخل سایتشون و سایتشون رو به این صورت طراحی میکردن. و با گذشت چند سال که ما شروع کردیم به طراحی سایت با المنتور و برای مشتریان قالب با المنتور طراحی می‌کردیم، به این چالش خوردیم، به چالش آپدیت شدن افزونه ها. اگر سایتی رو بعد از 6 ماه ما آپدیت نمی‌کردیم و کلا بهش سر نمی‌زدیم، بعد از این گذشت 6 ماه سایت به مشکل می‌خورد و اصلا سایتی که در دسترس نبود و سایت کلی خطا می‌داد. و به این نتیجه رسیدیم که المنتور تا 6 ماه اول یک بیزینس جواب میتونستیم بعدا هم آپدیت بکنیم افزونه ها رو، ولی دیدیم یه 6 ماهی هست بهش میگن گلدن تایم برای المنتوره که شما توی این 6 ماه المنتور میتونید سایتتون رو طراحی بکنید، ورودی بگیرید، فروشتون رو انجام بدید. بعد از گذشت چندین ماه، یعنی بعد از گذشت 6 ماه 7 ماه، شما میتونید برای وردپرس، یعنی برای سایت خودتون یا قالب اختصاصی کد نویسی بکنید و خیلی 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 بهتره برای کسب و کار شما. و بدیهی که المنتور داره اینه که حجم سنگینی داره و اینکه اگه کسی که قبلا با المنتور کار نکرده باشه اصلا دیدی به نسبت به سایت داشته باشه و اولین بار با المنتور بخواد کار بکنه سخته براش، گنگه. مورد بعدی این که بحث آپدیت شدن پلاگین ها هست که بعدا مشکل میخوره و خوبیاش هم که گفتن هزینه های سایت رو میاره پایین تر، سرعت توسعه رو میاره بالاتر و اینکه شما میتونین خودتون هم که طراح نباشین کسی که تازه کار با وردپرس باشه رو استخدام بکنی و با المنتور کار بکنه. ولی طبق تجربه چندین ساله ما بهترین گزینه اینه که سایت اختصاصی طراحی بکنه، قالب اختصاصی داشته باشی که مالکیتش مال خودتون باشه، نه اینکه با قالب یکی دیگه رو بگیرید تازه با المنتور روش تغییرات اعمال کنی و از لحاظ ظاهری قشنگ میشه ولی از لحاظ کدنویسی خیلی کثیف میشه. و اینکه خیلی ممنونم که وقتتون رو گذاشتیم، منتظر نظراتتون زیر این ویدیو هستم. خیلی ممنون، روز خوش.